فردا اگه کشته شدم به یاد من گریه نکن. گریه تو منو زنده نمیکنه. کسی گریه تو رو باور نمیکنه. دروغه. اگه واقعیت داشت این همه اهمیت دادن به من، کنار من بگی. چیزی که من تو این همه سال دیدم غر زدن شما جلوی تلویزیون بود و تلفات دادن جوونا. در مورد همه صحبت نمیکنم، اکثریت رو میگم. خیابون مگه مال کیه؟ ارث پدر کیه این خیابونا؟ این شهرها مال تو و منه. این کشور مال ماست، مال مردمشه. ما اگه جرأت نکنیم تو خیابونای خودمون قدم بزنیم، چی هستیم ما؟ برده؟ نه. جمعیت باعث وحشت نیروی سرکوبگر میشه. نگاه میکنه میگه خب من چند تا از اینا رو بزنم.